سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که صبح پاییزیتون بخیر و شادی باشه. مرتضی هستم. امروز اومدیم به تالش زیبا. ما یه ولاگ رانندگی تو شهر تالش بگیریم. حالا داشتم ولاگ رانندگی از رشت به تالش رو میگرفتم که باتری تمام شد، عوضش کردیم. اومدم پنجشنبه بازم، پنجشنبه 22 آبان ماه، ساعت هم 8:34 دقیقه. اومدم یه ولاگ رانندگی بگیرم. بعد اومدیم برای پنجشنبه بازار تالش گفتیم یه ولاگ هم رانندگی تو شهر بگیرم. دو سه سری اومدیم، اینقدر ترافیک بود یا وسط کار ول کردیم یا اصلا شروع نکردیم. ما گفتیم سر صبح خلوت یه ولاگ برای دوستان تالشی بگیریم. تالشی برار. منم که مرتضی ام. حالا من زیاد تالش رو بلد نیستم، چون با هم خیابونا رو مرور میکنیم با هم دیگه. خود نوشته مرکز شهر مستقیم. من خودم یادم نمیاد مرکز شهر رفته باشم یا نه. اکثرا از این بغل و سورتمه و میدونی که اول رد کردیم اون میره به طرف سورتمه ریلی. حالا شاید اینور دوباره برگشت. فعلا که بازار 9:30 10 بازار. ما رو باز هم میریم. احتیاط میکنیم. میدون میخوره، میدون نمازی هست. دوستان تالشی خورده تو بد رانندن، بد رانندگی میکنم. اینجا رو من تا حالا تو ذهنم نیومد. امروز پنجشنبه است، ادارجات هم تعطیله. کمربندی داره، شهر دور نمیده، داخل شهر هم میریم. اونور سمت آستانا میخوای بری وضعیتش جالب نیست. من دم غروب خیلی شلوغ میشه. دم تالش، شهرداری تالش از مرکز شهر نرسید. خیابان طالقانی مرکز شهر. خیابان طالقانی ما میریم اول. نمیدونم مرکز شهر اینه بکنم، میدون امام داشت. بیاد کنیم مردم گرفتار نکنیم. اگه خیابونی جای جا میمونه دیگه شما به بزرگواری خودتون ببخشید. من گفتم تالش رو بلد نیستم، همینجوری دلی اومدیم یه ولاگ بگیریم یادگاری اما داشته باشیم. تاکسی خیابون سمت راست خیابون مهمی باید بشه. همه دارن میرن، ما میریم راست.
وایسه بگم قرمز رو رد کنم جلو وایساده سبز شد عجله که داشت رو وایساده مردم راهنماز دادم اون حواسش نبود من اونجا راهنماز اون دور بود نمیدونم بیمارستان ها شهید نورانی نورانی از این بیمارستان خیلی تعریف خیابان طالقانی خرمشهر شهری که بلد نیست بریم شنگ پاییز اومده اینا میبینین برگ ریزان که مخابرات حالشون تاکسیه عجله داشت خیابان امام مسجد جامع یه دست راست هم بریم وقت که داریم شهرش بزرگه دیگه همین چند دقیقه دست اومد به قول چی کوچه شهره نیم همشون هم راهنما میزنن دقت مسجد بزرگ چرا حس میکنم پنجشنبه بازار به اینجا باشه مثل ششم پنجشنبه بازار نزدیک رودخونه است ما رو فکر کنم اینجا یک بزنم آره دست چپ این نون باگتی میبینین یه موتور بهش وصل بهش نیرسه باید سرعت هم میکنه ما اینو دور میزنیم دوباره خیابون رو میگیریم میریم مرکزش آنو دیدین نون باگتی یه موتور بهش وصل
برگردون داریم بولواره، ما سر اون دور برگردونه برمیم. عادتا باید امام رضا باشه اسمش، درست؟ این شهر برعکسه، خب ذهنم بود مادم معمولا بولواری تو شمال، بولوارایی که خارج شهر سمت دوربرگردون بعدی میشه، بولوارایی که به سمت خراسانه سمت شرقی رو میکنن امام رضا، این رو سمت غربیه. اینجا فکر کنم ورزشگاهشون ها، اون رفتنش مشخص. خیابون رو بریم تا آخرش. اینجا اومدیم برای دوستان بگیم. این به سمت آستارا باید بره دیگه عادتا. میدون ما میچرم بردیم، میدونش جام زهره آزادو. جعفر روستا پاییزان. این دوستا ما خنگیم، ما اولاغیم، بریم میدان دور بزنیم. زرنگ هم بولوار دور میزنن، وقتشون صرفه جویی میکنن، زندگی جلو میافتن. الان همین چند ثانیه و چند دقیقه یارو کلی جلو افتاد زندگی. دلیل داره که هرچی تلاش میکنیم به اینجا نمیرسیم، به خاطر همین ما به میدون دور میزنیم. همینو بزنی بهش کارگره، هیچی نداره، مستاجره. چون که نور میده چی باید راهنما اینجا میتونم نیمده بدتر از داشته به خود رانندگی. کاری به رانندگیشون ندارم، ولی مردم های بلا قبلیمون دیدین یا نه، چیز واقعا مردم باحال دوست داشتنی داره. دو سه تا دوستان تالشی هن، خیلی بچهای بامرامی هن. حالا شگردش نمبرام هستن، یکیشون مال همه هشبره. شگرد بچهای بامرام. جای دیدنی تو شهرش هم که این دو پنجشنبه بازارشه، سورتمن ریلی و سیاه‌داران اگه اشتباه نکنم، سیاهی داره، سیاه‌داران بادش، پارک جنگلیش هم قسمت سورتمن اینا هست. گز داره، بعدش نزدیکتر ساحل هم داره، ساحل دریا. گیسوم تونل جنگلی گیسوم من پیشنهاد میکنم برید. بقیهش که دوره، سوباتان و اسالم و شکردشت و بهشته واسه خوش تالشان اصلا. بهترین فرصت همینه سر صبح بیا اینجا بریم رانندگی بگیریم، بعدش شروع میشه. جمعیت شهر زیاده،
مهاجر از اطراف روستا خیلی داره. از خلخال خیلی ترابو میبینین ماشاءالله چقدر ترابای درشت برکت بده. ترب بخور فسنجان بخور، ترب بخور فسنجان بخور. مستقیم بیایی اتمازه میخور داخل شهر. تیرایش عباس و تابال ما دید. دیگه من متوجه شدم چند نوع زبانه، چند دسته تخته میشن. یکیشون راحته میشیم فهمید چی میگن، یه نوعشو اصلا متوجه نمیشی چی میگن. بچه ها تو خوابگاه با هم صحبت میکردن ما نمیفهمید چی میگن، ولی مثلا سومنی بودن با هم تالشی صحبت میکردن اون چیزایی میشد دستگیرش رو راجبش صحبت میکنن. پالشی ماسالی دسته بندیشون دقیق نمیدونم، فکر کنم ما از این خیابون اومدیم. 46 همش پای 46 در میاد. مرکز شهرش باشه. ما الان از این ور اومدیم واو چرا خیابونو اسمشو من نمیدونم. قانون فرهنگی جوانان بالش درمانگاه شبان روزی راه دیگه نریم برم خورده میچرخیم. این بر فکر کنم میریم پنجشنبه بازار. سمت چیز نمیشه رفت. خواستین اون سرخ ریلی ولاگشو نگاه کنین، براتون لینکشو تو همین پایین میذارم. خیلی جادهش داغون است. باری که رفتیم میدونم چرا اونجا رو درست نمیکنن. انشالله که مسئولی ویدیوی ما رو ببینه درست کنین. واقعا شهر بزرگ، جای توریستی قشنگ، شهر آرزوی هم رو دارن. بزرگی هم میگیم نه بزرگ خود این چه حتی به جای قبلی موبایل بود. یا اون اسمشو من دادم نبود.
اوف. من تالش زندگی میکردم با ماشین بازم بیرون نمیادم. ساعت 8 9 نشده وضع. تالش ها از قوم قدیم گیلان بودن، اونم چند هزار سال پیش کاسپیا و مقام اون زمان هم. یک کنم قسمت آذربایجان همسی تالشی داره که جستا گریخته میدونم. جالب اینه که شهرش زود استارتر میخوره، مثل شهرهای شرقم نولیده شد، زود استارت خورده. ببینم چرا پنجشنبه بازار به خاطر این شهر الان 5 دقیقه 9 شهر شروع به کاره تقریبا، با اینکه ادارات تعطیلن. شهرهای شرقم 9 نه رشک 10. چی پشت من چراغ میدن کجا برم؟ خیابون نمیدونم اومدم یا نه. چیزیش برام آشنا نیست. بنزین اومدیم میدونه سورت ریلی از این برمیره دیگه. نه چرا نباشه. ریلی بعدی نه کابل زدم. باز خوبش اینه که از اون ور ورودیش از رشته، خیلی خوب از این ورم اردبیل و مردم میان باز از کرمندی فکر کنم اون ورش در بیاد. جادهش خوب نبود تو ذهنم، خیلی داغون بلاگش هست دیگه، که ندارم. شما چرا باور نمی‌کنید؟ پایینه مسافربری تالش خیابون شاید میریم ها. شدت توصیه میکنم موقع رانندگی تو این تالش دقت کنید. همیشه دقتون توصیه میکنم. اینجا به نظر من یه خورده شدیدتر کنم. شهر نیست یا اونم دست راست نیم. من همچنین گلبار میخواد دور بزنم.
بولوار دور بزن. وسط چی هم این اصلا نگاه میگم شاید خیلی دقت کنین خدا حرکی نیست اصلا میچرخی بی هدف بدون مقصد این پامینه با هم جا بود کنار گذارم بریم دیگه گذارم ما میریم همون خیابون سرخ ریلی بود شیش سین فکر کنم اینجاست وقتا 6 تا دیگه من بهتون میگم شما گوش نمید یهو زده رو ترمز یهو رفت جالب این چپ پشت میزه مقصریه آن اینجوریه روی ترمز زده راهنما نزده تو باید این کنار گذر هم ما میریم با هم دیگه تقریبا کنار گذار کربندی میگن همینه دیگه داخل شهر نره میبینین زیاد نه عریضه نه طویله ماستانم هم برم مثلا از اینجا بریم باز اینجا ترافیکه من دوبار غروب خوردم اینجا اشکم در اومد باز خدا بدم و در این نشان و بلد و اینا رو بیاموزه ما رو کوچیک پیش زد یه خورده سریع رد شدیم واقعا هم برای مردم شهر سخته هم برای مسافر دنیا محل گذره دیگه بگذاریم سرات و بنار 100 من دیگه رد دادم
اینجا زیتون پرورده نوشته، حالا کاری می آقا رو نمیشناسم. حالا زیتون پرورده جای مطمئن بگیرین، چون چیزیه، چون ترکیبیه ممکنه مریض کنه. راه دور هم میخوایم بریم زیتون پرورده رو نخریم. زیتون پرورده گرما اینا گردو اینا رو خراب میکنه. گردو از سیر داره، از سس ماینز میزنن، مسموم میکنه. یه حد امکانه که میگیرین امروز بخورینش، توی یخچال بذارین یکی دو روز تمامش کنین، مسموم میکنه. ترکیبات مخلوط معمولا همینجوریه. مرسی. چقدر 1000 متر اونورتر راهنما زده بود، ورم میاره اینا. اینم که نگاه میکنیم چطور واقعا اوضاع شهر خیلی خرابه. من نمیدونم مسئول یکی هست نگاه میکنه، یه فکری بکن اصلا معلوم چی. دروغ هم که نمیگم، فیلم میشین 2 بار نگاه کن، 10 بار نگاه کن، خودت هم که دیگه اینجور رانندگی میکنم. یه سر چهارراه ترمز نزد، همونجور پرید. اینجا گاومیش داره اونا. یکی سرعت داره، یکی راه نمیره. این چیه؟ داره با موبایل صحبت میکنه. ای خدا من ورم اومدم. من هرچی ما فوش ندارم نمیشه. لایتی گوشی بس شه مال خدا خانم بل کنین این گوشی حساب مردره دیگه بابا. واسه خیابون بید اینم کنار گذار دیگه تمام میشه. خیال خودت راحت میکنین. خواستیم برین آستارا دیگه از اینجا در اینجا اون به گازم میاد. گازتون هم بزنین. ما فکر کنم باید بپیچیم سمت چپ. نه باید اینجا بازار اینجاست. قاطی کردن کجا اومد؟ استاد شهریار. ما اینجا رو دور میزنیم بریم سمت شهر. فعلا ولاگو تمام نمیکنم تا به پنجشنبه بازار ببینم. سرعت دیگه نداشت ماشین بذاری. یاغونه اردکی کجا میده؟ اردکی کجا میده؟ میزد پاشتون رو دکش میداد. یه طرف هست اونجا دو طرف هست. دکه سالم بوده اون نزدیمش. اونو تم یا یه دونه میبینی یا نه؟ نه این مسجد سنی است. جامعه محمد تایشی تالش میکنم من. چشم میده تلسکوپی نیست. راهنما همه میدن این اونور میخواد بره. پیغمبر جان برو. همین تکو نزنین. خیابون هم نمیدونم
باحاله آجی، خوش تیپی آجی. اینجا پاترول زیاده خاطر ثباتان و آفرود و اینا، ماشینای پاترول زیاد است. این پله رو اومدی فکر کنم دیگه، این پله دیروز یه دونه این آقای کونورد دیروز یه موتور تریل دیدم، پیک موتور چیز پیک فست فود با موتور تریل. بازار رفتگی سمت چپ برسیم، ما میریم سمت چپ به پنجشنبه بازار برسیم. چرا اش میگیم سمت راست اشتباه کردم. دوره پیکان و قرمز هم هست تاکسی. میریم با هم مبادله کار ماشین. پنجشنبه بازار ما رو ببینید، اونجا نامردی نکنین، ما دلمون میشیم. اونجاشو عوض کردن، اینجوری نبود. من نمیدونم، تو اون بلاک بهتون توضیح میدم، سوال بکنم حس میکنم اون بر رودخانه بود. ماجید دقیق کار کرده. حس شیشو میگه، حالا باز سوال کنم. حس دیگه اشتباه.